مستقل یکم 25 ساله گردید. سال 1998 16 اپریل در فضای اطلاعاتی ولایت باز یک تلویزیون خصوصی محلی به فعالیت رسمی شروع نمود. سیمای مستقل یکم در مدتی کوتاه‌ترین تماشابین خود را پیدا کرد. مقام خود را در قطار دیگر واسطه‌های اخبار عامه پیدا نمود. دوام فعالیتش اسم1 با تمام اداره و تشکیلات و ساحه‌های مختلف خواجگی خلق شهر خوجند همکاری نموده در انعکاس فعالیت آنها سهم خود را گذاشت. از حیات و زندگی مردم، مشکلات و موفقیت جامعه گزارش و برنامه‌ها تهیه نمود. سیمای مستقل یکم با فوریت انعکاس سری‌وقتی و واقع بینانه محبوبیتی به خود خاص را صاحب گشت. امروز فعالیت شبانه روزی منتظم پیش تاریخ رقم 25 را نشان می‌دهد. 9125 روز پرمحصول از دیدگاه کامری تلویزیونی و رفزنه سیمای مستقل یک. از صبح آغاز هفته نو اداره تلویزیون با تشریف مهمانان، آنهایی که با سیمای مستقل یک فعالیت گسترده دارند، فضای دیگر داشت. شکوه آن ادامه بود. صبح بر وقت اولین شده نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت مهمان تلویزیونی اسم1 گردیدند. زیرا همکاری تلویزیون با این نهاد از آغاز تا به امروز خوب به راه مانده شده است. برای مقاومت با کروپسیا و پیشگیری جنایت‌های مالیوی خصوصیت اقتصادی داشته، سهم تلویزیون در همکاری با کارمندان این نهاد نظررس است. رهبری مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی در ولایت سوخت نیز به شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم آمدند. آنها میگویند همکاری شعبه اطلاعاتی در عموم کارمندان شرکت خیلی خوب به راه مانده شده است. این همکاری مخصوصا زمان اوج پاندمی کرونا ویروس بیشتر به نظر رسید و برای پیشگیری بیماری سرایتی خوفناک کووید 19 طریق گزارش‌ها و صحبت‌ها با اهالی آسیب پذیر سهم باسزا گذاشتند. این بود که در همکاری با کارمندان واسطه‌های اخبار عامه توانستیم ضد این بیماری مبارزه بریم. ابراز نمود رهبر مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی در ولایت سوخت تخمینه عثمانوه. روز تأسیس یابی شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم مبارک باشد. همچنین در روز تأسیس یابی شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم رهبری مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت به اداره تشریف آورده اهل ایجاد و تکنیکی تلویزیون را تبریک گفتند و از همکاری‌های سودمند ابراز اندیشه کردند. تاکید کرده شد که سیمای محبوب ما همیشه انعکاس کننده گزارش‌های جالب باشد، زیرا بیشتر این تیم هنگام اجرای وظیفه به فوریت و تحلیل خوب کار می‌گیرند. همکاران با اعتماد شرکت تلویزیون و رادیو اسم1 بانک اسخطه با گروه همکارانش به سیمای مستقل یکم آمدند. آنها تبریکات دیرکتور گنرالی بانک را به سمع کارمندان واسطه اخبار عامه رسانده از همکاری سودمند اظهار قناعتمندی کردند. سیمای مستقل یکم با بانک اسخطه همکاری 25 ساله دارد، زیرا رشته‌های همکاری را از روزهای اولین تشکیل کار تلویزیون آغاز نهاده بودند. گفته شد که همکاری دو شرکت هم تلویزیون و هم بانک برای رشد جامعه می باشد تا برای آبادی سهم گذارند. 5 سال قبل در فضای اطلاعاتی شهر خوجند گشاده شدن یک تلویزیون معاصر و نگاه زبانروی داشته فعال نیک بود. در زمان گذشته و دوره نه آنقدر دشوار سیاسی و اقتصادی اسم1 کوشش می‌نمود تا مردم را با خبرهای تازه آگاه نموده با برنامه‌های جالب آنها را شاد گرداند. تلویزیون خود را همچنین سیمای مردمی معرفی نمود و خطا نکرد. برنامه‌های اطلاعاتی خبر، رهزنه اندیشه، تمنا، پیام صبح و دیگرها در دل مردم جای گرفته بودند و آن را همیشه نزد آینه نیلگون انتظار می‌شدند. عید مبارک دوستان. از امروز در شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم فضا ادامه بود. مهمانان و شریکان برنامه‌ها یک با روحیه سازنده وارد تالار می‌شدند. اکبر شریپов، سردار خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، با سردار بخش ترغیبی و تشویقی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت برای تبریک کارمندان شرکت تلویزیون آمدند. آنها از نام سردار این نهاد گنرال مایور عبدالله نوجوانов تبریک کردند. سیمای مستقل یکم باعث دیگر است که از اولین رسانه‌های مستقلی تاجیکستان صاحب استقبال بوده در پر کردن فضای اطلاعاتی نقش و خدمتی باسازی دارد. سیمای مستقل یک از روی تأسیس‌یابی خود تا به امروز با پخش برنامه‌های اطلاعاتی و تحلیلی و طور نظررس رشد کرده همزمان و مکتب بزرگ و عبرتبخش ژورنالیستانی جوان معدل گشته است. همکاری ما
کارمندان این تلویزیون با نفوذ در سطح بلند برای ما داشته همروزه وابسته به رویدادهای سیاسی ملی خبر و گزارش‌ها پخش کرده می‌شود. بگذار همین همکاری ما ادامه یابد و تلویزیونتون از این هم محبوب‌تر شود. یک نوگانه که در تلویزیون اس‌ام است این پخش برنامه توسط شبکه‌های اینترنتی در حقیقت یک نوگانه است. بسیار شهروندان ما در مهاجرت بیرون از حدود ولایت هستند از وضع واقعی یعنی زندگی مردم ولایت شناس میشوند. بگذارم تلویزیون شما با رشد کند و برنامه‌های تحلیلی و تربیوی و اطلاعاتی بسیار تر شود. برابر دوستان و همکاران، نمایندگان ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت و شهر خوجند، اینچنین ریاست اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت به شادی ما شریک گردیدند. آنها از همکاری سودمند میگفتند و برای آینده کار امید تازه و ایده‌های جالب را انتظارند و در همکاری بهر پیشرفت جامعه خدمتگزار می‌گردند. موج تبریکات دوستان و همکاران و مخلصان تلویزیون سیمای مستقل یکم دوامی روز فعال بود. سخنهای صمیمی یاد کرد از همکاری‌های پیشین و تلقین همکاری برای آینده. این همه از تمنیات آنها بود که امروز جشن سیمای مستقل یکم را رنگین و خاطرمند ساخت. برابر کارمندان شرکت، اهل همکاران، شریکان و دوستداران و مخلصان این تلویزیون خوشنود بودند، زیرا بار دیگر احساس کردند که سیمای مستقل یکم نزد جامعه مسئولیت بیشتر دارد که در انعکاس حیات این جامعه باید خدمتگزار باشند.